یاد خداوند مهربان. سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی. آرزومندم صحتمند و سلامت باشین. در اینجا وقفه آموزشی یا پوست پداگوژیک را معرفی میکنم. وقفه آموزشی یکی از روش‌های حمایت کننده یادگیری و مدیریت تمرکز حواس شاگردان در جریان درس هست که به عنوان یک ابزار مکمل کننده در کنار سایر از روش‌های تدریس به کار برده میشه که شامل یک وقفه کوتاه، هدفمند و سازمان یافته در جریان تدریس می باشه که معمولاً 3 تا 5 دقیقه را در بر میگیره. هدف از وقفه آموزشی فعالسازی ذهن شاگردان، کاهش خستگی، افزایش مشارکت فعال شاگردان و بهبود کیفیت یادگیری هست. در چه زمانی ما میتونیم که از وقفه آموزشی کار بگیریم؟ بعد از تدریس دوامدار 20 تا 30 دقیقه و همچنین زمانی که علائم خستگی، کم علاقگی، حواس پرتی و عدم تمرکز شاگردان نسبت به درس دیده شد، ما میتونیم که از متد وقفه آموزشی کار بگیریم و همچنین قبل از این که بخوایم یک موضوع مهم و پیچیده را برای شاگردان توضیح بدیم، میتونیم که از وقفه آموزشی کار بگیریم. از وقفه آموزشی میشه که در تمام صنف از این استفاده کرد، مخصوصا در صنف‌های 5 به بالا، چون شاگردان توانایی فکر کردن و گفتگو را داره. در صنف‌های ابتدایی هم میشه که از وقفه آموزشی کار گرفت، اما مدت، هدف و فعالیتی که در جریان وقفه آموزشی انجام میشه باید مطابق به سن و سال شاگرد، مطابق به سطح و سویه و درک شاگرد و مناسب با محتوای آموزشی باشه. شاید سوال پیش بیاید که چه نوع فعالیت ها در وقفه آموزشی به کدام سطح از شاگردان مناسب هستند. فعالیت های مانند حرکت، تنفس و یک سوال ساده برای سطح ابتدایی، سوالات مفهومی و تبادل نظر برای سطح متوسطه، فعالیت های تحلیلی، بحث گروهی، نوشتن، این فعالیت ها مناسب هست برای سطح لیسه. وقفه آموزشی چگونه در صنف تطبیق میشه؟ استاد موضوع تدریس را تا یک قسمت تدریس میکنه، سپس از شاگردان میخواد که فعالیت را که خود استاد قبل تعیین کرده، از شاگردان میخواد که او فعالیت انجام بده. مثلا فعالیت مانند حرکتی، تنفس، یک معمای آموزشی در ارتباط با یک سوال فکر کنه، جواب یک سوال را به ذهن خود مرور کنه، با همصنفی خود بحث کنه و یا اینکه یادداشت بگیره. استاد میخواد که یک از این فعالیت ها را که خود استاد مشخص کرده شاگردان در یک وقفه کوتاه را انجام میده. زمانی که ختم شد دوباره استاد به تدریس ادامه میده. فواید وقفه آموزشی: یکی باعث افزایش توجه شاگردان و تمرکز شاگردان میشه، باعث کاهش خستگی جسمی و ذهنی و همچنین باعث بهبودی یادگیری و یادآوری مطالب. زمانی که وقفه آموزشی در صنف اجرا شود، یک نشاط و نوآوری در صنف میشه و شاگردان انگیزه میگیره تا به فعالیت ها به صورت فعال سهم بگیره. و محدودیت های احتمالی این روش: یکی اگر به درستی مدیریت نشود، امکان داره که زمان به هدر بره و همچنین امکان داره که یک تعداد از شاگردان بعد از وقفه آموزشی بی‌حوصله شود برای برگشت به درس. و محدودیت دیگری که در این وقفه آموزشی وجود داره یه هسته که برای اساتید مشکل می باشه تا که یک فعالیت را مطابق به سطح و سویه شاگردان و مطابق به سن و سال شاگردان و مطابق به موضوعی که تدریس میکنه پیدا کنه. به طور مثال میخواهیم که موضوع مخلوط های متجانس و غیر متجانس را در صنف تدریس کنیم.
و یک وقفه آموزشی داشته باشیم. بعد از 15 الی 20 دقیقه تدریس، معرفی موضوع، بیان تفاوت ها میان مخلوط های متجانس و غیر متجانس، از شاگردان به مدت 1 دقیقه می خواهیم که فکر کنند که چی مخلوط های را در خانه دیده، کدامشان متجانس و کدامشان غیر متجانس هست. بعد از 1 دقیقه برای شاگردان 3 دقیقه وقت میتیم و میگوییم که دو نفره با همدیگر بحث کنند که چی مخلوط های را یادداشت گرفته و کدامشان متجانس و کدامشان غیر متجانس هست. بعد از اینکه این 3 دقیقه تکمیل شد، از چند گروه از شاگردان میخواهیم که نتیجه گفتگوی خود در صنف بیان کنند. بعد از ختم این فعالیت دوباره به تدریس خود ادامه میدیم. به صورت خلاصه، وقفه آموزشی یک روش ساده و مؤثر برای افزایش تمرکز شاگردان، برای افزایش مشارکت فعال شاگردان و تثبیت یادگیری شاگردان می باشد.